مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که تخمینا ساعت 12:30 شب 19 اپریل سال 2022 راننده افت تمغه مرسدس بنز سفر نعمتوویچ سال تولدش 1970 ساکن نویه عینی هنگام حرکت در شهرهای دوشنبه کولوب در حدود نویه دنغره از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به کنار چپ راه برآمده افت را به چقوری زیاده از 150 متر چپ نموده است. در نتیجه راننده افت مذکور سفروف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. این در حالی است که بنا به گزارش‌های وزارت کارهای داخلی طی هفته گذشته در راه‌های تاجیکستان بر اثر صدمه‌ها دست کم 8 نفر از جمله 2 کودک و 1 زن به هلاکت رسیدند. بر اساس آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحات جسمانی برداشتند.